افسانه‌های آذربایجان. قصه آه. یکی بود یکی نبود. تاجری بود که 3 دختر داشت. روزی میخواست برای خرید و فروش به شهر دیگری برود. به دخترهایش گفت هرچه در دلتان میخواهد بگویید برایتان بخرم. یکی گفت پیراهن، یکی گفت جوراب. دختر کوچکتر هم گفت گل میخواهم به موی سرم بزنم. تاجر رفت خرید و فروشش را کرد. پیراهن و جوراب را خرید، اما گل یادش رفت. آمد به خانه. توی خانه نشسته بودند که یک دفعه یادش افتاد و آه کشید. در این موقع در خانه را زدند. تاجر پا شد، رفت دید کسی ایستاده دم در، یک قوطی در دستش. تاجر گفت تو کی هستی؟ آن یک نفر گفت من آه هستم. گل آوردم برای موهای دختر کوچکترت. تاجر خوشحال شد و گل را گرفت. آورد داد به دخترش. دختر دید عجب گل قشنگی است. زد به موهایش. 3 روز بعد دوباره در خانه را زدند. آه آمده بود. گفت آمده ام صاحب گل را ببرم. تاجر رفت توی فکر که چه کار بکند چه کار نکند. عاقبت گفت پدرت خوب، مادرت خوب، بیا از این کار بگذر. آه گفت ممکن نیست، باید دختر را ببرم. آخرش تاجر دختر کوچکش را سپرد به دست آه و برگشت. آه چشمای دختر را بست و سوار ترک اسبش کرد و راه افتاد. دختر وقتی چشم باز کرد باغی دید خیلی خیلی بزرگ و زیبا. از لای هر گل و بوته آوازی می آمد. آه گفت اینجا خانه توست. چند روزی گذشت. دختر فقط خودش را میدوید و آه را میخورد و میخوابید و گردش میکرد، اما همیشه تنها بود. روزی دلش برای پدر و مادرش تنگ شد. آه کشید. آه آمد. گفت چرا آه کشیدی؟ دختر گفت دلم برای پدر و مادرم تنگ شده. آه گفت فردا میبرمت پیش آنها. آه فردا چشمهای دختر را بست و به ترک اسبش گرفت و برد به خانه تاجر. دم در به زمین گذاشت. چشمهایش را باز کرد و گفت فردا می آیم میبرمت. دختر تو رفت. با همه روبوسی کرد و نشستن به صحبت کردن و درد دل کردن. دختر گفت توی باغ تنها هستم. یک نوکر هم دارم که هر کاری بهش بگویم میکند. خورد و خوراک هم فراوان است. خاله دختر هم پیش آنها بود. گفت دخترم این طورها هم نباید باشد. زیر کاسه نیم کاسه ای است. تو حتما شوهری داری. باید ته و تو کار را در بیاوری. حالا بگو ببینم شب که میخواهی بخوابی چی بهت میدهد که بخوری؟ دختر گفت یک استکان چای. گفت یک شب چای را نخور و انگشتت را ببر و نمک روش بریز که خوابت نبرد. آن وقت ببین چی پیش می آید. دختر گفت خب. فردا آه آمد و دختر را دوباره به باغ برد. شب شد. آه چایی را آورد. دختر پنهانی چایی را ریخت به زیر فرش. انگشتش را برید و نمک رویش ریخت و خود را به خواب زد. نصفه های شب صدای پا شنید. زیر چشمی نگاه کرد. آه را دید که فانوس به دست گرفت و پشت سرش هم پسر جوان و زیبایی مثل ماه به طرف او می آیند. پسر جوان از آه پرسید خانوم حالش خوب بود؟ آه گفت بله آقا. جوان پرسید چایش را خورده؟ آه گفت بله آقا و رفت. جوان لباسهایش را کند و خواست پهلوی دختر بخوابد که دختر پا شد، نشست و گفت تو چیستی؟ جوان گفت نترس، من صاحب توام. دختر گفت پس چرا تا حالا خودت را نشان نمیدادی؟ جوان گفت آدمیزاد شیر خام خورده، وفا ندارد. فکر میکردم که من را نبینی بهتر است، اما حالا که رازم فاش شد دیگر پنهان نمیشوم. صبح که آمد آقایش را بیدار کند. جوان گفت بگو باغ سرخ را مرتب کنند، میاییم صبحانه بخوریم. نوکر رفت. بعد جوان و دختر پا شدند رفتند به باغ گل سرخ. دختر باغی دید که 2 چشم میخواست فقط برای تماشا. همه جا گل و شکوفه بود، از همان گلهایی که آه برایش آورده بود. خواست گلی بچیند اما دستش کوتاه بود، نرسید. جوان دست دراز کرد که برای دختر گل بچیند. دختر نگاه کرد، دید پر کوچکی به زیر بغل مردش چسبیده است. دست دراز کرد و پر را گرفت و کشید. پر کنده شد، اما هوا ناگهان ابری شد و دختر بیهوش بر زمین افتاد و وقتی چشم باز کرد کسی را ندید. جوان دراز کشیده مرده بود. آه کشید. آه آمد. دختر گفت
یک دست لباس سیاه برای من بیاور. دختر سراپا لباس سیاه پوشید و نشست بالای سر زبان و بنا کرد به قرآن خواندن و اشک ریختن. عاقبت دید کاری ساخته نشد. به آه گفت من را ببر توی بازار بفروش. آه او را برد و به کنیزی فروخت. دختر 1-2 روز در خانه تازه زندگی کرد، اما میدید که همه توی خانه سیاه پوشیدند و همه غمگین هستند. عاقبت از یکی از کنیزها پرسید چرا توی این خانه همه لباس سیاه پوشیدند. آن یکی کنیز گفت از وقتی پسر جوان و یک دانه خانم گم شده ما لباس سیاه می پوشیم. دختر هیچ شبی خوابش نمی برد. همیشه تو فکر شوهرش بود که ببیند علاج دردش چیست. شبی باز بیدار مانده بود که دید دایه پسر خانم فانوسی برداشت و بیرون رفت. دختر پا شد و دنبالش افتاد. دایه از چند حیاط گذشت و به حوضی رسید. زیر آن حوض را رد کرد. حوض خالی شد. تخت سنجی دیده شد. دایه تخت سنج را برداشت و از پلکان پایین رفت و رسید به زیرزمینی. دختر هم که دنبال دایه تا زیر زمین آمده بود پسر جوانی را دید که به چارمیخ کشیده شده بود. دایه به پسر گفت فیشهایت را کردی؟ حرفم را قبول میکنی یا نه؟ پسر گفت نه. دایه دوباره گفت پسر باز گفت که نه. 3 دفعه دایه گفت که نه قبول میکنی یا نه؟ پسر گفت که نه. عاقبت دایه عصبانی شد و با شلاق زد. خون سر و صورت پسر را قاطی هم کرد. دایه 1 دوری پلو آورده بود. آن را هم زورکی به پسر خوراند و خواست بیرون برود. دختر پیش از او بیرون آمد و رفت دراز کشید خود را به خواب زد. دایه صبح پاش شد رفت حمام. دختر به یکی از کنیزها گفت امشب خوابی دیدم. میترسم خانم از خوشحالی سجده بکند و والا میرفتم بهش میگفتم. حرف دختر دهان به دهان گشت تا به گوش خانم رسید. خانم دختر را صدا کرد که باید بیایی خوابت را بگویی. دختر رفت پیش خانم و گفت خانم پشت سر من بیا تا خوابم را بگویم. از یکی حیاط‌ها گذشتند. دختر گفت خانم عین همان حیاط‌هایی است که توی خواب دیدم. در هم همان است. این هم حوض. حالا بفرمایید زیر آب را رد کنند تا ببینیم باقیشم درست میآید یا نه. چه درد سر بدهم. رفتند رسیدند به زیرزمینی. پسر صدای پا شنید. داد زد حرامزاده شب آمدنت بس نبود که روز روشن هم میایی؟ خانم صدای پسرش را شنید و دوید رفت او را بیدار کرد و بغلش کرد. دختر گفت خانم همان پسری است که توی خواب دیدم. پسر را از زیر زمین درآوردند، شستند، تمیز کردند و حکیم آوردند، زخمهایش را مرهم گذاشت. بعد پسر سرگذشت خود را گفت که چطور دایه او را برده بود و زندانی کرده بود. در این موقع در زدن. خانم فهمید که دایه است. گفت باز کنید. دایه چند دفعه در زد. آن وقت کنیزها رفتن باز کردند. پای دایه که به حیاط رسید تمام نوکرها و کلفتها به دم فش و بد و بیراه گرفت که کدام گوری بودید نمی آمدید در را باز کنید. چند ساعت است که در میزنند. یک دفعه چشم دایه به پسر افتاد و رنگش مثل گچ سفید شد. خانم امر کرد دایه را ریز ریز کردند و ریزه هایش را جلوی سکه ریختند. بعد به دختر گفت میخواهم زن پسر من بشوی. دختر گفت من نمیتوانم شوهر کنم. باید عده‌ام سر بیاید. دختر فهمیده بود که دوای دردش در اینجا نیست. آه کشید. آه آمد. دختر گفت من را ببر بالای سرش. دختر باز مدت زیادی بالای سر زمان نشست و قرآن خواند و گریه کرد. عاقبت با آه گفت من را ببر بفروش. آه او را دوباره فروخت. این دفعه هم خانه صاحبش ماتم زده بود. پرسید که چه خبر است. گفتند سالها پیش خانم یک بچه اژدها زاییده انداخته اند توی زیرزمین. اژدها روز به روز گنده تر می شود، اما خانم نه دلش میخواد او را بکشد و نمیتواند آشکار کند و به همه بگوید که اژدها بچه‌اش است. روزی دختر به خانم گفت خانم چه خوب میشد اگر من را میانداختید جلو اژدها که بخوردم. خانم گفت دختر مگر عقل از سرت پریده؟ دختر آنقدر گفت که خانم ناچار قبول کرد. دختر گفت من را بگذارید توی کیسه‌ای چرمی و دهانش را ببندید و بیاندازید جلوی اژدها. همینطور کردند و دختر را انداختند جلوی اژدها. اژدها نگاهی به کیسه کرد و گفت دختر از جلدت بیا بیرون بخورمت. دختر گفت چرا تو در نیایی من در بیایم؟ بهتر است اول خودت از جلدت بیرون بیایی. هرچه اژدها گفت دختر قبول نکرد. عاقبت اژدها مجبور شد که از جلدش در بیاید. پسری بود مثل ماه.
آن وقت دختر هم از کیسه بیرون آمد و دوتایی نشستند به صحبت کردن. از این طرف مدتی گذشت. خانم به کنیزهایش گفت: حالا بروید ببینید بر سر دختر بیچاره چه آمده. کنیزها آمدند از سوراخ نگاه کردند، دیدند اژدها کجا بود. دختر با پسری مثل ما نشسته صحبت می‌کند و مژده به خانم آوردند. خانم شاد شد. آن وقت پسر و دختر را آوردند پهلوی خانم. خانم گفت: بهتر از شما دوتا زن و شوهر بشوید. دختر گفت: باید بگذارید عده منظر بیاید، بعد عروسی کنیم. دختر فهمیده بود که دوای دردش در اینجا هم نیست. آه چشید. آمد. دختر گفت: آقا خوابیده؟ آه گفت: همانطور که دیده بودی خوابیده. دختر باز با آه رفت و نشست بالای سر شوهرش. مدتی قرآن خواند و گریه کرد. آخر سر گفت: آه، من را ببر بفروش. این دفعه مرد دیگری او را خرید و به خانهاش برد. کنیزهای خانه گفتند: رسم خانه این است که کنیز تازه وارد شب اول زیر پای آقا خانم میخوابد. دختر گفت: باشد. نصفه های شب دختر بیدار شد. خانم را دید که پا شده رفت. شمشیری آورد و سر آقا را گوش تا گوش بریده خوش کرد و گذاشت روی تاخچه. بعد 7 کلم آرایش کرد و لباس پوشید بیرون رفت. نوکر یک جفت اسب در نگاه داشته بود. دوتایی سوار اسب شدند و رفتند. دختر افتاد دنبال آنها. دری را زدند و تو رفتند. 40 حرامی دورادور نشسته بودند. 40 حرامی باشی. گفت: چرا دیر کردی؟ زن گفت: چه کار کنم؟ پدرسگ خوابش نمیبرد. بکشیدش خلاص بشوم. بعد زدند و رقصیدند و شادی کردند تا صبح نزدیک شد. دختر پیش از خانم به خانه آمد و دراز کشید و خود را به خواب زد. زن آمد. توی قوطی کوچکی یک پر و مقداری روغن آورد. روغن را با پر به سر و گردن شوهرش مالید و سرش را به گردنش چسباند. مرد عطسه کرد و بیدار شد. گفت: زن کجا رفته بودی؟ بدنت سرد است. زن گفت: رو دل کردم. تو که از حال من خبر نداری. فردا شب موقع خواب دختر گفت: من باز هم زیر پای آقا خانم میخوابم. نصف شبی زن مثل دیشب سر شوهرش را برید و گذاشت رفت. بعد از رفتن او دختر پا شد، سر مرد را چسباند. مرد عطسه کرد و بیدار شد. زنش را ندید. دختر گفت: من میدانم زنت کجاست. پاشو برویم نشانت بدهم. پا شدند رفتند به همان جای دیشبی. مردی که 40 حرامی دور نشستند و زنش میزند و میرقصد. خواست تو برود. دید که زورش به آنها نمیرسد. رفت به طویل اسبها را قاطی هم کرد و سر و صدا راه انداخت. خودش هم ایستاد دم در. هر کسی که از اتاق بیرون میآمد سرش را با شمشیر میزد. عاقبت همه را کشت غیر از زنش و 40 حرامی باشی که توی اتاق مانده بودند. آن وقت رفت تو شمشیرش را کشید. آنها را هم کشت. بعد دست دختر را گرفت و به خانه آمدند. در خانه به دختر گفت: بیا زن من شو. تمام مال و ثروت من مال تو باشد. دختر گفت: نه، من باید بروم. پر و قوطی را به من بده بروم. تاجر قوطی روغن را به دختر داد. دختر آه کشید. آه آمد. دختر گفت: آقا خوابیده؟ آه گفت: همان طوری که دیده بودی مثل سنج افتاده خوابیده. دختر گفت: من را ببر بالای سرش. آه دختر را برد به باغ بالای سر شوهرش. دختر قوطی را در آورد. کمی روغن به زیر بغل پسر مالید. پسر عطسه کرد و پا شد نشست. درختها باز گل کردند و پرنده ها بنا کردند و آواز خواندند. پسر دختر را بغل کرد و بوسید. سیساق من سلامت.